از ساده ترین بیماری ویروسی، از ساده ترین سرماخوردگی بگیرین تا سرطان. همه اینا برای چی اتفاق میفته؟ بدن اسیدی شده. بدن چرا اسیدی میشه و دچار التهاب میشه؟ دو عامل اصلی وجود داره. یک، قند مصنوعیه. دو، گوشته. معنیش نیست که گوشت نخورین تا آخر عمرتون. اگه کمتر بخورین بهتره. گیاهخوار بشین خیلی بهتره. من خودم گیاهخوار هستم، ولی نمیتونم به کسی بگم مثلا تو گیاهخوار بشو. ولی میتونم پیشنهاد کنم به این موضوع فکر کنین. حتی اگه نمیخواین گیاهخوار بشین، اگه بتونین گوشت رو کمتر بخورین بهتر. کلیه ها به تنهایی روزانه 250 گرم بیکربنات برای خنثی کردن اسید در بدن تولید میکنن. به علاوه مغز روزانه نیم لیتر مایعات مغزی نخاعی تولید میکنه که غنی از بیکربنات است. پانکراس یا لوزالمعده روزانه حدود 3 لیتر مایعات پانکراتیک تولید میکنه که مملو از بیکربنات است. سریع ترین آنزیم شناخته شده جهان به نام کربونیک آنهیدراز در سلول های انسان، در همه سلول ها، در کل بدن وجود دارد برای کاتالیز تولید سریع بیکربنات با هدف خنثی کردن اسید. هر مولکول از این آنزیم در هر ثانیه 1000 تا 1 میلیون یون بیکربنات رو کاتالیز میکنه. یعنی با تمام بدن شما تمام مدت داره تلاش میکنه که بدن رو قلیایی نگه داره. اگر محیط درون و بیرون سلول خشک بشه، سلول میمیره. تمام سلول های بدن شما در محلول رقیقی از آب نمک در حال شستشوی دائم هستن. مایع مغزی نخاعی که مغزتون رو در بر گرفته محلول رقیقی از آب و بیکربنات سدیمه. از آنجا که پانکراس یا لوزالمعده دائم برای تامین بیکربنات ها فعالیت میکند، وقتی بدن از لحاظ متابولیکی اسیدی است و بیکربنات کافی وجود ندارد، پانکراس برای تامین بیکربنات ها خودکشی میکنه. در این شرایط تولید انسولین، چون باید انسولین هم تولید کنه دیگه، در این شرایط تولید انسولین تبدیل به یک مشکل بزرگ میشه و دیابت به وجود میاد که امروز بعد از سرطان و بیماری های قلبی عروقی فراگیرترین بیماری جهان دیابته. در هر 10 ثانیه یه نفر از دیابت میمیره، 2 نفر دیگه مبتلا میشن. برای همین آمار دیابت با یه شتاب تند داره افزایش پیدا میکنه در همه جهان. چرا؟ چون انسولین نمیتونه تولید کنه پانکراس. چرا نمیتونه؟ برای اینکه محیط بدن اسیدیه. چرا بدن اسیدی میشه؟ اصلی ترین عامل اسیدی شدن بدن 2 چیزه. 1، قند مصنوعی. 2، گوشت، به ویژه گوشت قرمز. حتی اگه کسی هم میگه که من نمیتونم حتما باید گوشت بخورم، اشکال نداره، گوشت بخورین. حداقل گوشت قرمز رو کمتر بخورین. حتی اگه کسی میگه که نه من باید گوشت قرمز هم بخورم، خیلی خوب بخورم، ولی به هر حال رعایت کنین.